شک نکنید سرانجام این ایستادگی ها شکست دشمنانه، شکست رژیم خبیث فاسد فاسق صهیونیستی. نکته مهمی که در پیام اول تحویل دیروز عرض کردم به ملت ایران و مایلم تکیه کنم رو اون نکته این است که در این حوادث تلخ سال 403 قدرت معنوی ملت ایران آشکار شد، صبوری ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، شهامت ملت ایران، رشادت ملت ایران آشکار شد. ملت ها در مقابل حادثه ای مثل شهادت رئیس جمهورشون و جمعی از دولتمندانشون کمرشون خم می شود. ملت ایران بازخورد این حادثه رو در اون بدرقه عظیم حماسی نشون داد. نمایش عظیم حضور مردم در تشییع جنازه رئیس جمهور محبوبشون یا در نماز جمعه نصر که دنیا متعجب شد، در همه کشور اون نماز جمعه تاریخی اتفاق افتاد، مردم حضور پیدا کردن. دشمن تهدید میکرد، میخواست احساس خطر کنن ملت سینه سپر کردن، آمدن. جمعیت‌های کم نظیر در انتخابات ریاست جمهوری، نشاط مردم، آمادگی مردم برای اینکه نگذارن کار کشور زمین بمانه، در انتخابات شرکت کردن. ظرف 50 روز دولت تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، دولت تشکیل دادن. در تشییع شهید هنیه و در تشییع‌های گوناگون، در برخورد با حوادث لبنان و فلسطین و غیر اینها، ملت ایران قدرت معنوی خودش رو، روحیه خودش رو نشون داد. نقطه اوج همه اینها هم راهپیمایی 22 بهمن بود. راهپیمایی 22 بهمن در سال 403 یکی از اون راهپیمایی‌های تاریخی بود. بعد از 46 سال به یاد انقلابی که آمریکا علیهش فریاد میکشه، تلاش میکنه، اروپا علیهش تلاش میکنه، منافقین عالم انواع و اقسامشون، گردنکشان، فساق، فجار، هر نقطه دنیا که هستن و دستشون میرسه علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن. ملت ایران بعد از 46 سال این حرکت عظیم مردمی رو در روز 22 بهمن انجام میده. ملت ایران خودش با دنیا شناساند. عزیزان، خودمون هم خودمون رو بشناسیم. ملت ایران خودش رو بشناسه. ما ملت قوی هستیم، ما ملت رشیدی هستیم. همه این مسائل، این رشادت، این حضور، این وارد میدان شدن، همه در حالی بود که مشکلات اقتصادی هم مردم رو احاطه کرده بود. اینجور مشکلات اقتصادی معمولاً جمعیت‌های مردمی رو ناامید میکنه، افسرده میکنه. مردم ما با همه این مشکلات وارد میدان شدن، از نظام دفاع کردن. دشمنان نظام
به کوری چشمشون دیدن که ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی علاقمنده. در زمینه کار برای کشور هم مردم نشاط انجام دادن. من البته دیروز گفتم، تکرار هم میکنم، اون شعاری که ما سال گذشته دادیم به طور کامل انجام نگرفت، این به جای خود محفوظ، اما مردم در میدان کار، در میدان عمران و آبادی و ساخت و پیشرفت انصافاً دست کم مردم کم نگذاشتن. کارهای بزرگی انجام گرفت. یه مقداریش رو در اون جلسه‌ای که کارآفرینان تو همین حسینیه جمع شدن و گزارش دادن کارهایی که انجام گرفته بود، یه مقداری از اونها پخش شد. الان هم شما ببینید تو همین چند ماه گذشته تعداد زیادی طرح‌های فراوان مفید برای مردم در سرتاسر کشور، بعضی بزرگ بعضی کوچک اما زیاد متعدد افتتاح شد. این نشون دهنده این است که مردم در میدان کار الحمدلله فعالن. البته ما قانع نیستیم، کار باید انجام بگیره، کارهای زیادی هست که باید انجام بگیره که یکی از اونها رو من شعار امسال قرار دادم، یه مختصری درباره اون توضیح خواهم داد. مسئله تولید رو بنده چند ساله تکرار میکنم، جهش تولید، مشارکت مردم در تولید، چه همه مربوط به تولید. چرا؟ چون تولید یکی از کلیدهای اصلی بهبود معیشت کشور، بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم. تولید خیلی اهمیت داره، تولید داخلی. منتها تولید احتیاج پیدا می‌کند به سرمایه گذاری. سرمایه گذاری هم ذهن بعضی‌ها، تا میگیم سرمایه گذاری ذهنشون میره به سرمایه گذاری خارجی ها. نه، سرمایه گذاری و مردم خودمون، همین نقدینگی که در اختیار مردم هست، همینی که بعضیا صرف میکنن نقدینگی های خودشون رو در راه سکه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز و مشکلات درست میکنن در کشور، علاوه بر اینکه سودی نمیرسونن مشکل هم ایجاد میکنن. همین نقدینگیه که صرف سرمایه گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد. سرمایه های کوچک تا سرمایه های بزرگ، از یک مرغداری کوچک محدود شما بگیرید تا یک کارخانه عظیم، اینا همش سرمایه گذاری است. میتوان این کارها را انجام داد. بنده امسال گفتم سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار، تا اونجایی که میتوانند کمک کنن. هر کدوم هم وظیفه‌ای دارن. مردم یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه داره. مردم وظیفهشون همین است که هر کس میتوانه، پولی داره، امکانی داره برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاره، این کار رو بکنه. اون کسانی که همتی کردند و اقدام کردند، سودش خودشون هم بردن، کشور هم، مردم هم سود برده. تا کسانی که کارسازان و کارفرمایان و
اشتغال آفرینان بزرگ هستند که میتوانند چند هزار نفر رو به کار وادار کنن با تولید. همه اینها این مال مردم. و دولت وظیفش چیه؟ دولت وظیفش این است که زمینه رو برای این کار آماده کنه. دولت وظیفش اینه زمینه رو آماده کنه. الحمدلله دولت مستقر است. دولت مستقری داریم، مثل سال گذشته نیست که جابجایی و تغییرات و اینها اتفاق افتاده باشه. این دولت میتوانه برنامه‌ریزی کنه و بتوانه زمینه ها رو آماده کنه. افزایش تولید به مقدماتی نیاز داره که مهمترین اونها افزایش سرمایه گذاری است. اگر سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، تولید افزایش پیدا کنه. این توصیه امسال بنده است به آحاد مردم. البته مردم اگر بخوان سرمایه گذاری کنن، کسانی که توانایی دارن احتیاج دارن به این که سرمایهشون امنیت داشته باشه. این حرف من خطاب به نیروهای نظارتی مسئول در دستگاه‌های مختلف، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس. امنیت سرمایه گذاری باید احساس امنیت کنن کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن. اگر احساس امنیت نباشد کار پیش نمیره، انجام نمیدن. ما گاهی میبینیم در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی که انهو به کلی نیستن، غایبن، کارهای خلافی انجام میگیره. این غلطه. اما یه جاهایی هم دستگاه‌های نظارتی سختگیری‌های بیجا میکنن، اینم غلط. یکی اینه، یکی مسئله ثبات قوانین و مقررات. هر روز مقررات عوض نشه، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها فلان خاطر جمع باشه. سرمایه گذار که میتوانه اطمینان کنه به سرمایه گذاری کنه. یک نیاز دیگری که باز بر عهده مسئولین است این است که فرایند سرمایه گذاری رو کوتاه کنن. گاهی به ما نامه می نویسن، شکایت میکنن که ما میخواهیم سرمایه گذاری کنیم، ما رو معطل میکنن. 2 سال 3 سال معطل میکنن برای اینکه یک مجوزی بدن. اینم درست نیست. باید واسطه ها رو کم کنن، بتوانن سرعت عمل به این کار بدن. یک مسئله دیگر هم مسئله واردات است. گاهی یک شرکتی، یک مرکزی با زحمت زیاد توفیق پیدا میکنه یک کالایی رو در داخل تولید کنه، در همون وقت یک دستگاه دیگر دولتی یا غیر دولتی همون کالا رو از خارج وارد میکنه. خب این ضربه به تولید داخلی است. همه اینها رو باید دولت مراقبت کنه. یکی از لوازم سرمایه گذاری معرفی فرصت هاست. مردم میگن خیلی خوب، ما حالا یه مقدار پول داریم، کجا چکار کنیم، چجوری سرمایه گذاری کنیم؟ باید به اینها راهنمایی کرد. دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی مختلف در حوزه کاری خودشون فرصت‌های شغلی رو معرفی کنن، به مردم بگن، از تلویزیون استفاده بشه، شرح داده بشه، راهنمایی بشن مردم که اینجوری میتونید سرمایه گذاری کنید. مثلا فرض کنید شرکت‌های دانش بنیان یکی از کارهایی است که در این زمینه میتوانه انجام بگیره. به هر حال اگر مسئولان کشور
میخواهند مسئله معیشت مردم رو حل کنند، که البته میخواهند، میدونیم این رو، واقعا مسئولین کشور، مسئولین دولتی میخواهند، اصرار دارن که وضع معیشت مردم رو درست کنن. این با کارهای حمایتی صرفاً انجام نمیگیره. البته کارهای حمایتی هم خوبه، با کارهای ریشه‌ای انجام میگیره که یکی از کارهای ریشه‌ای همین مسئله تولید و سرمایه‌گذاری است. باید دنبال این حرکت کنه. حالا در این زمینه حرف زیاده. افراد مطلع از مسائل اقتصادی و مسئول با احساس مسئولیت مردم رو توجیه کنن، راه‌ها رو، کارها رو، دولت رو توجیه کنن، به دولت کمک کنن. بعضی‌ها راهکارهایی دارن، به بنده نامه می‌نویسن، به من پیشنهاد میکنن. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کنه، یعنی حق دخالت هم نداریم، جزء وظایف دولت باید این کار رو بکنه. ما می‌فرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده اونهاست، چه توقعاتی از اونها هست و اونها رو انشالله انجام بدن. این مسئله شعار سال. یه مسئله‌ای درباره این حرف‌های سیاسی این روزها، حرف‌های آمریکایی‌ها و دولتی‌های آمریکایی‌ها، و یکی یه چیز میگه، یکی او رو تکمیل میکنه، یکی او رو رد میکنه، یکی او رو اثبات میکنه. من فقط یکی دو نکته میگم. نکته اول که نکته مهمه اینه که آمریکایی‌ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. مطلب دوم، اونها و غیر اونها بدانند که اگر خباثتی نسبت به ملت ایران انجام بدند، سیلی سخت خواهند خورد. مطلب بعدی، یک اشتباه بزرگی رو سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و امثال اینها میکنن، و اون این که مراکز مقاومت در منطقه رو اسمش میگذارن نیروهای نیابتی ایران. با اونا اهانت میکنن. نیابتی یعنی چه؟ ملت یمن انگیزه داره. مقاومت ها، مراکز مقاومت در کشورهای منطقه انگیزه دارند. ایران جمهوری اسلامی نایب لازم نداره. نیابتی یعنی چه؟ خودشون هستند. در آغاز غصب فلسطین یکی از کشورهایی که در خط مقدم مقابله با این کار انجام گرفت کشور یمن بود. حاکم اون روزش بلند شد رفت در یک اجتماع بین‌المللی شرکت کرد. مخالفت کردن. اینا مخالفن با این دشمنی ها، با این خباثت ها، با این ظلم هایی که امروز و دیروز رژیم صهیونی غاصب خبیث نسبت به مردم انجام میده. اعتراض دارن، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن. بحث نیابت نیست اینجا.
اشتباه بزرگشون اینه که خیال میکنن اینا به نیابت از ایران دارن این کار میکنن. نه به نیابت نیست. نظر ما معلومه، نظر اونها هم معلومه. امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعا کلمه بیرحم کلمه کوچکی است. امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده. علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام میگیره. نمیخوان ببینن اینها رو. دولت مردان غربی نمیخوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملتاشون چی فکر میکنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجهشو قطع کنید در آمریکا. اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر. اینجوری اینا برخورد میکنن. نه، امروز ملت ها با این خباثت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده مسلماً مخالفند، معارضند. در برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنن. جمهوری اسلامی هم محکم ایستاده در مقابل این زورگویی ها، در مقابل این خباثت ها. ما صریح مواضع خودمون رو اعلام کردیم. از مبارزین فلسطینی، از مبارزین لبنانی که از کشورشون، از فلسطینشون، از غزه، از فلسطین دفاع میکنن، از اینها ما حمایت میکنیم. این روش همیشه جمهوری اسلامی بوده. البته تهدید میکنن، بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم. اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه، بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد. پروردگارا در این روز اول سال تفضلات و لطف خودت رو بر این ملت نازل کن.